بابی تیمم گفتیم عزیزان من، تیمم وقتی که آب نمی شود تیمم کردن انشاءالله فرض می شود. کتابای خداخواد مختصر نمیگه که التیمم یخلف الوضوء والغسل این در عجز عن الماء. تیمم انشاءالله جانشین میشه چین در طهارت هم حتی آبازین هم جانشین میشه نزد عاجز اومدن از آب. وقتی که آب نباشد، آب اگر خداخواد 4 کیلومتر باشد تیمم فرض می شود. حتی غسل جناب جنوب شدیمی آب نیست، یک تا برای غسل تیمم که خداخواد کفایه میکند. یا که اذیت خنکی، من در شهرهای امروز کار میکنن، امروز میشنیم که 70 گرادوس 60 گرادوس خنک است، طهارت کرده میشه تیمم انشاءالله اجازت میشد. یا که آب که خنک است برای انسان سلامتی ضرر دارد، یا یگان طبیبا میگه که تا اندک وقت تیان عذاب استفاده نبر انشاءالله خداخواد هر یک غسل واجب میشد، هر یک طهارتش تیمم میکند، به همون تیمم انشاءالله نماز میخوند. تیمم عزیزان من 4 تا فرض دارد، میشه خداخواد گفته میگذاریم. ما شما آستینا ما بالا میکنیم تا آرینج خداخواد انشاءالله. تیمم یکتش نیتش از خداخواد انشاءالله چی کردن؟ یعنی نیت کردن خداخواد تیمم میکنیم تا نماز بر من مباح گردد. یکی دیگرش قصد خاک پاک، یعنی خاکای پاک کتی میشه عزیزان من. خاکای پاکی که من امسال چپون نمیشود، دیوال نمیشود، سنگ نمیشود، ولا بلا نخیل میگد امام اعظم رحمت الله اگر چنگ نداشته شدن دیوال نمیشود. چیزایی که فقط جنسی خاک باشد یک بار ضربه میزنین 50 میکشین. یک بار ضربه زده یک استادن سنته تا که چنگا در چی دستا بشینه. یک شیشته بعد یک بار روم ده همین خیلی تازه چیکاری که در یعنی تارت میشفتیمش همچنان میشکیم تمام. یک بار دیگه ضربه زده با یک استادن بعد این من خیلی چلیکام هنیش جدا میستد. من اینو که چلیک این کلونی سر میکنیم با کنی آرینج اومده ای کنی آرینج هنی خیلی گشته با اینین میبریم. این طرفش همین خیلی این که نیمش کتی نیمی اینا کشیده همین خیلی تا خوردن نیمی این کتی همین خیلی برمده همین خیلی خلال میکنیم انم این تارته. انمی خداخواد انشاءالله یک عبادت خاکی این برای امتای محمد این شانس الله سبحانه و تعالی داد، دیگر پیشین آن ده نبود. ما شما امتان ده الحمدلله چند چیز دادگی، حتی من روی دنیا مسجدی ما و شما شد، حتی آب نباشد خاک شد خداخواد. من امتای پیشین ده اگر یگان جاش نجاست میشید میبرید میپرتافتش مانده سنت شد که انشاءالله خداخواد آب پاکش میکنه. الحمدلله بینید چندین چیزایی که برای ما و شما دادن خداخواد انشاءالله. نه که تیمم خیلی شما با یک طهارت 5 وقت نماز اگر نشکنن میتونین بخونین، نه که در تیمم هر یک نماز نه الهی تیمم میکنین چون تیمم برمدن این وقتش میشکنه. یعنی که نمازی پیشین که دور مد تیمم تمام میشد دیگه تیمم میکنی. هر یک نماز نه الله دشکا کنده کن تیمم کنده کن خداخواد انشاءالله. اجیتی کسری که اجیتی بیم اجیتی خنکی اجیتی نبودن یا حتی تیمم در نماز جنازه میگذره و یخلف خلیفه میشوه. مبادا اگر جنازه مونده تکبیر درستین که نماز جنازه سرشیده است طهارت نباشه تیمم کنده میکنه. حتی نماز عید اجازه است. مذهب امام اعظم رحمت الله علیه نماز عید اگر مبادا خداخواد به وقت میموندگی یعنی باشه تا میچو که خلیفه ندارد. جنازه یک کس که خون دیگه کس گشته خونده نمیتوند. نماز عید یک بار خونده میشه، دیم بار پفتار نی و عقیب موندگی ها قضا نمیکنن. برای همین در این حالت ها که نداشته باشی تیمم چی میشود؟ جانشین همون طهارت میشود عزیزان من.